آیا خداوند قادر است که خدای مثل خودش خلق کنه؟ اگر جواب بله باشه نادرست است و اگر جواب نخیر باشه بازم نادرست است. رهبر فرقه سومنی ها در سرزمین هند علمای اسلام چالش داد و از پادشاه سند خواست نامه به هارون الرشید خلیفه مسلمان ها بفرسته و در او نامه از او بخواهد که داناترین عالم مسلمان را به خاطر مناظره با رهبر سومنی ها به سند روان کنه. هارون الرشید قاضی القضات بغداد را که از جمله اهل حدیث بود و ظاهرگرا بود به سند فرستاد. وقتی مناظره برگزار شد رهبر سومنی ها پرسید، گفت که از خدایت به ما بگو، آیا او قادر است؟ قاضی القضات جواب داد که بله. گفت آیا خدای تو قادر است خدای مثل خودش خلق کنه؟ قاضی القضات در حیرت فرو رفت، نمیتونست بگوید که بله میتونه قادر است خدای مثل خودش خلق کنه. در این صورت به تعدد آلهه اقرار کرده بود، یعنی از توحید بیرون میشد و امکان میداد که خداوند خداهای دیگری هم ممکن است مثل خودش خلق کرده باشه و بیشتر از یک خدا وجود داشته باشه و نمیتونست بگوید که نخیر. در اون صورت به عجز و ناتوانی خدا اقرار کرده بود. بعد از اندکی فکر کردن گفت که این مسئله به علم کلام ارتباط داره و علم کلام نزد ما بدعت است. رهبر فرقه سومنی بعد از شنیدن از این جواب به طرف ملک دید و گفت که قبلا به شما از دین اینا و از جهل اینا و از تقلید اینا و از غلبه کردنشان با شمشیر گفته بودم و حالا هم ثابت شد. قاضی القضات شکست خورده و سرافگنده به بغداد به نزد هارون الرشید بازگشت و نامه پادشاه سومنی را به هارون الرشید داد. پادشاه سومنی در نامه نوشته کرده بود که وقتی بار اول نامه به شما روان کردم در مورد آنچه که به شما به من گفته شده بود مشکوک بودم، اما با حضور از این قاضی به یقین رسیدم. هارون الرشید خونش به جوش آمد، خیال کرد که قیامت در سرش بپا شده. دود غضب از سرش بلند شد و فریاد زد، گفت آیا هیچ کسی نیست از این دین دفاع کنه؟ دولت عباسی ها در او زمان بر علیه معتزله بود. معتزلی ها همگی در زندان بودند. یکی از اطرافیان هارون الرشید برش گفت که من مطمئن هستم که اگر این موضوع را به معتزلی ها سپرده شود و خلیفه فرمان بده اونا از زندان بیرون بیاین، 100% این مناظره را برنده میشن و سومنی را در این مناظره شکست میدن. هارون الرشید فرمان داد و یک تعداد از زندانی های معتزله را از زندان بیرون آوردن و خلیفه این موضوع را همراهشان در میان گذاشت. یکی از جوانای معتزله که معمر ابن عباد نام داشت گفت که این سوال از جمله ناممکنات است، از جمله مستحیلات است. خلیفه ای جوان را به سرزمین سند فرستاد. وقتی مناظره بین معمر و بین رهبر سومنی ها برگزار شد، رهبر سومنی ها از معمر پرسید که آیا خدای تو قادر است؟ معمر گفت بله. گفت آیا خدای تو قادر است خدای مثل خودش خلق کنه؟ گفت این سوال تو ناممکن است، از جمله ناممکنات است و از جمله مستحیلات است، برای این که خداوند ذات قدیم و ازلی است و اگر چیزی را خلق کنه او مخلوق بداهتا حادث است و هر حادثی نمیتونه مثل قدیم باشه. بنابراین عقلا این از جمله ناممکنات است، از جمله مستحیلات عقلی است. خداوند متعال خالق است و هر چیزی که خلق کرده میشه صفت مخلوق به خود میگیره، بداهتا مخلوق است و مخلوق نمیتونه خالق باشه. اینا به قدرت خداوند ارتباط نمیگیره
بل به امکان و عدم امکان اون مخلوق ارتباط میگیره. برای اینکه قضیه روشن‌تر شود باید گفت که از دید منطق همه آنچه که به قدرت تعلق میگیره به دو دسته عمومی تقسیم میشن، یا از جمله ممکنات هستند و یا از جمله مستحیلات و ناممکنات هستند. یعنی به زبان ساده باید گفت که گرچه تقسیمات دیگری در داخل از اینا وجود دارد، اما به شکل عموم میتوان مثال زد که از جمله ممکنات مثلا امکان داره که چوبی را تبدیل کسی به مار بکنه، امکان داره کسی چیزی را تبدیل به پرنده بکنه، امکان داره کسی بر روی آب راه بره. اینا از نگاه عقلی ناممکن نیستند و عقل این را میپذیره. اما ناممکنات مثل جمع کردن بین دو چیز متناقض است. به عنوان مثال جمع بین نقیضین از جمله ناممکنات است. به قدرت و عدم قدرت فاعل ارتباطی نداره. یعنی از نگاه عقلی ناممکن است یک چیزی در آن واحد سفید باشه و در عین لحظه سیاه باشه. ناممکن است از دید عقلی و منطق اتاقی در عین زمان روشن باشه و در عین زمان تاریک باشه. این از جمله ناممکنات عقلی است. در اینجا نه با چسبیدن به ظاهر نص، نه با ظاهرگرایی، بل با کمک فلسفه و منطق عقلانی رهبر سومنی ها شکست خورد و اسلام بر سکوی پیروزی نشست. از اینجا می توان درک کرد که وجود علم کلام، وجود فلسفه اسلامی و منطق و خردگرایی در دفاع از عقیده اسلامی تا چه اندازه اهمیت داره. امیدوار هستم که ویدیو مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.